سلام برای بچه، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. من مانیبیلی هستم و امروز اومدیم که کلاچ انجام بدیم. حتما میخواید بگید این سری با سری قبل چه فرقی داره. سری قبل ما پایین تر بودیم، خیلی نسبت به اینجا پایین تر بودیم، ولی این سری بالاترین ارتفاعی که میشه اومد تو ماینکرافت اومدیم. ببینیم میتونیم از اینجا کلاچ انجام بدیم یا نه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و ساب فراموش نشه و اینکه زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من ویدیو گذاشتم بدونید و بیاید ویدیو من نگاه کنید. مرسی. بریم شروع کنیم. لیتس گو. خب بچه‌ها نکنین، من فقط یه بلاک اومدم پایین تر که بتونم تخت رو بذارم. نکنین از این بیشتر نمیشه بلاک گذاشتیه. خب بریم ببینیم اولین کلاچو میتونیم انجام بدیم با آب. لیتس گو. من قویم. من خیلی قویم. وانترای. نشد، اشکال نداره. یه سری دیگه. من این سری میتونم. یه سری دیگه میتونم. سلطان، اصلا حال کردید چجوری تونستم؟ خدا وکیلی. الان نگاه بالا، میریم بالا بریم کلاچه بعدی رو انجام بدیم. لیتس گو. نشد اصلا. لیتس گو. خب کلاچه بعدی با برف انجام میدیم. اسنو. ببینیم میتونیم. لیتس گو. خب بچه‌ها، من گوشیم زنگ خورد، اومدم الان. بریم کلاچ بعدی رو انجام بدیم. گوشی من زنگ خورد، یه لحظه رفتم. بریم ببینیم میتونیم کلاچ بعدی انجام بدیم یا نه. لیتس گو. خب کلاچ بعدی با این بریم. اینا که تو ندرن. میتونم. من قویم. گذاشتم نشد، ولی باز یه بار دیگه امتحان میکنم. یه بار دیگه. میتونم. یه ترای دیگه، یه دونه دیگه امتحان میکنم. بازم امتحان میکنم. آخرین ترای، یه بار امتحان کنم، بعدش دیگه نشد. بریم بعدی. بریم. میتونم. بیا، دیدی تونستم. من خیلی قویم هستم، کسی رو دستم نیستش. مگه نه؟ تایید کنید. من خیلی قویم. خیلی قویم. اول یه ذره بخوابیم. خب خوابیدیم. بریم کلاچ بعدی. لیتس گو. ببینیم اینو میشه گذاشت اینجاها. بکنم نمیشه. مثلا اینو بندازیم. بریم با این کلاچ کنیم. با این بنازم. من خیلی قویم، نه؟ قبول دارید خیلی قویم؟ خب بریم کلاچ بعدی. خب نشد، این سری نشد. بریم کلاچ بعدی. وای تونسته بودم یه ذره مونده بود. وای این نه، این حساب نیست. خب بچه ها، نردبون مثل این که خیلی سخته، ولی من بازم امتحان میکنم. خب بچه ها خیلی سخته. دور میشیم. میان. دیر شد. دیر گذاشتم. یه لحظه واسید. یعنی چی؟ تونستم بچه ها. حال کردید خدا وکیلی حال کردید. تونستم. من خیلی قویم، مگه نه بچه ها؟ من خیلی قویم، اصلا رو دست من نیستش. مگه نه. بریم ببینیم اینم میتونیم انجام بدیم. یه لحظه واسید. خب مثل اینکه بد انداختم. یه بار دیگه.
چی شد؟ هیچی نشد. یه بار دیگه امتحان میکنیم. وای نشد. ببینیم. خب بچه ها من خیلی قوی هستم. حالا بعدش حساب نیست، مهمون کلاش اولیه بود. بریم با اسلایم. بچه ها اصلا سلطان کلاش های خاورمیانه. کلاچ های خاورمیانه. خب بریم سراغ کلاچ بعدی. لیتس گو. اصلا رو دست من تو کلاش هستش. خدا وکیلی. ببینیم دیگه چیا موندن. با قایق و مطمئنم نمیتونم انجام بدم، ولی باز امتحان میکنم. یه دونم بلاک میارم ببینیم میشه یا نه. اول از همه با قایق بریم. بعید با قایق اصلا نمیشه، خیلی سخته. میبینی میشه گذاشته برای سوار شدنش، ولی خیلی سخته. یه بار دیگه اینو بریم امتحان کنیم. واسید. وای آها باگ خورد بچه ها، دیدید؟ یه بار دیگه. نه یه بار دیگه. یه بار دیگه. من اینو میتونم انجام بدم. خب این حساب نیستیه. بذار یه بار دیگه بگیم. یه بار دیگه تست میکنم. آخرین ترای بچه ها، آخرین ترای. خب بچه ها ما بریم یه بار دیگه این ترای کنیم ببینیم میشه یا نه. وای داشتم میتونستم. یه بار دیگه داشتم میتونستم واقعا. تونستم بچه ها، تونستم. حال کردید؟ من خیلی قویم خدا وکیلی. لایک کنید ویدیو رو، کامنت بذارید، ساب کنید. ساب خیلی مهمه. بریم با اینم انجام بدیم که آخرین کلاشه، ببینیم میتونیم یا نه. let's go. میتونم. و گذاشتم نشد. یه بار دیگه. میتونم. بازم گذاشتم نشد. یه بار دیگه. میتونم. وای خیلی نزدیک بود. آخرین ترای. یه بار دیگه هم ترای انجام میدیم و ببینیم میتونیم یا نه. وای نمیشه. خب بچه ها امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، از کلاش های من خوشتون اومده باشه، و اینکه اگه از ویدیو خوشتون اومده لایک، کامنت و ساب فراموش نشه، و اینکه تا ویدیو بعدی خداحافظ. بای. خداحافظ. بای. چقدر میگم حاجی. خداحافظ.